یکی پیامبر علیه السلام میفرمایند که شما قربانی که میکنین فطیبه، اما طبیعتتان نفستان را برش خوب پاک بکنین، مقبول بکنین. در حقیقت اما عشق و علاقهش است برای که از خود نشان میده. دیگه ما در این کدام مشکلی نمیبینیم که ای تو بکوی تو نکو. قضیات هم نیست که پای اندازه میکشه، ولی اگر کسی بکنه گناهگار سرش نمیشه که ما رو بگن گناهگار شد و غلط کار کرد. تقسیم گوشت مستحب است که نیک ایمیست که یکیش برای خود ما نگاه بکنه، یکیش با دوستای ما بخوریم، یک دوستیش برای فقرا بدیم. این کار خوب است و اگر نکردیم این معنی نیست که قربانی ما نمیشه. قربانی ما شدن، زیرا اصل هدف هم ریختاندن خون است. قرآن کریم تصریح میکنه که از جمله چیزایی که حرام است حرمت علیکم المیت و الدم، سر شما مسلمانا خود مرده و خون روان حرام است، ناروا است. و وجه تحریمی در اشیاء دو چیز است. یگان بار یک شی را خدا حرام میکنه به خاطر که سبب خرابی عقیده ما میشه. و ما اهل به لغیر الله، سیش نظرهایی که به غیر خدا میشه این ناروا است، حرام است. چرا؟ شرک بار میاره، خرافات بار میاره. از این خاطر شما این کار نکنید. یگان بار یک شی حرام میشه، خبث ظاهری داره، مرض است. دقیق شده؟ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة و ما اکل السبع، این حیوانات را چرا خدا حرام میکند؟ به خاطر که در مرده از خون وجود داره و خون مرکز میکروب است. بخوری مریضت میکنه. خدا نمیخواد که یک منصفر مریض شود، باید جور باشد. از این خاطر وجه تحریمیش ضرری است که برای بدن ما برمیگردد، ضرری است که به اجتماع ما برمیگردد، مثل شراب و قمار و این چیزا کلش ضرر است که بر ما برمیگرده. و اسلام دینی است که ضرر را حرام میداند. بنان بر تو میگه که خون نخور. حالا اگر خون قربانی هم باشه حرام است، اگر خون دیگه چیز هم باشه حرام است، کلش حرام است و از این چیزا باید دوری بگیریم و خدا هم ما شما را. جزاکم الله خیرا. تشکر.